من نمی ترسم زی مردن، چون کی راهی آدمی است. ابو موسی اشعری خدا از او راضی باشد می گوید که در یکی از شبها خانه در مدینه با ساکنانش آتش گرفت. ماجرای آنان را با رسول خدا درود بر او در میان گذاشتند. رسول خدا درود بر او فرمودند: آتش دشمن شماست، پس اگر هرگاه خواستید بخوابید آن را خاموش کنید. حدیث بخاری، کتاب اجازه خواستن. هنگام خواب کردن نباید در خانه آتش روشن بماند. باب 11. حذیفه خدا از او راضی باشد می فرماید که رسول خدا درود بر او از خوردن و نوشیدن در ظرفهای طلایی و نقرگین و همچنین پوشیدن از پارچه های ابریشم و نشستن بر روی آنها را منع فرمود. حدیث بخاری، کتاب آداب لباس پوشیدن. نشستن بر روی ابریشم، باب 5. جابر ابن سموره خدا از او راضی باشد می فرماید که رسول خدا درود بر او راستا خطبه می خواند، سپس می نشست و باز بلند می شد و راستا خطبه می خواند. لذا هر کسی به تو گفت که رسول خدا درود بر او خطبه را نشسته می خواند، پس او دروغ می گوید. قسم به الله که من با پیامبر خدا بیشتر از 2000 نماز خواندم. حدیث مسلم درباره نشستن میان دو خطبه جمعه، باب 17.